شما اگه فکر کنی یا جایی بخونی که میشه بدون خدا یک کسب و کار رو به موفقیت رسوند، این بزرگترین دروغ دنیاست. چون با خدا نمیبندی. شرایط، رویداد، وقایع، افراد رو در مسیر راهت قرار میده، بهش اعتماد کن. چطوریه این با خدا بستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله یرزق ما یشاء به غیر حساب. این آیه چی میگه؟ من به همتون روزی میدم بی حساب کتاب. خدای از کجا میدی آقا؟ من حیث لا یحتسب. از جایی میدم به فکرت نمیرسه، گمان نمیبری. پس بعد معادلات نیست، پارتی و پول نیست. خب خدای من با چیکار کنم تو به من بدی؟ دمت گرم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این آیه واضحه. این داره با ما حرف میزنه. برو قرآن رو برای کارآفرینی باز کن، ببین باهات قرآن رو برای کارآفرینی باز کن، ببین باهات حرف میزنه. من عامل نیستم. من 16 ساله دارم کار میکنم. من 2 تا شرکتم خارج از ایرانه، 3 تا کارخونم تو ایرانه. من کارمند دارم خارج از ایران. من تلورانس مالیم 10 میلیارد تومان در ماهه. من حوزه نیاوردن اینجا حرف بزنم. من دین شناس هم نیستم. من انقدر دین میفهمم امینه. ولی این آیه رو میفهمم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دستتو بذار تو دست من، خدا استقامت کن. آها، پس جریانی هست که من باید استقامت. پس طوفانه، پس زدنه، پس کتکه. کارآفرین شدن تن کتک خور لازم داره. کارآفرین شدن روح بلند و بخشنده